دوستان، یعنی سلام که نمیشه گفت. سلام، اومدیم پارت دوم گیم پلی PS 24 رو بزنیم که نمیشه بازی کنیم. بریم سراغ نیمه دومش. خب شروع دقیقه 45 دقیقاً. خب بازی شروع شد. این امباپه بود. گرفت عجیبه چقدر ازم گرفت. دو بار گرفت، سه بار گرفت، یه بار نگرفتم شما، یه بار نه، سه بار، 5 بار گرفت. خدایا بلش استرلیم بود. کدوم آدمی بود؟ سم میدوره. خوب شد یه نگاه. خوب شدم یه گل زدم. والا اگه تونستن یه دونه گل بزنم خاک تو سرت. به سلامتی انگلیس اینا. به سلامت گرفتم ازش. باب پاس عمقی میده به این یکی، اینم شوت میزنه. خراب زد، شوتش خراب. دقیقه 70 یه گل باید بزنم من. یه گل، فقط یه گل دیگه. 2 تا بزنم دیگه. گفتم حداقل 2 تا میزنم. اگه یادتون باشه تو پارت اول 2 تا میزنم. با این دار دومیش نه اتفاق نمیافته. قرار بیفته تو این 20 دقیقه 20 ثانیه میشه. چرا صد میشن تو راه. آقا خوب شد. عصبانی دارم گل میخورم. خدایا همش میخورد سر یه گل. اصلا این رباتر میگم. این بازی خیلی خوب. این بازیکنای بازیکنی مگه نه؟ بله این استرلینگ اسمش. یا خدا میخواستم دریبل زیدان نشد. اوه چند ثانیه مونده، چند میلی ثانیه مونده. وای چجوری آخه؟ تمام. کاش که گل می‌زد. چه بدبختیه. کچل، خیلی کچلی. استغفرالله. خب مرسی که ویدیو رو نگاه کردید.
صدام اینجوری شد. اینجا رو نگاه کردید، لایک ویدیو رو زیاد کنید، بگی که چه بازی بیشتر براتون بزن، البته موبایلی باشه، و لایک و این جور حرفایی که میزنم بکنید. خدافظ.